شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. به نام الله، حمد بر الله، درود و رحمت الله بر پیامبر، بر اهل خانواده اش و بر اصحاب و یاران او. الله سبحانه و تعالی ما را از هیچ چیز آفرید و او به ما نیاز ندارد. او آفریننده است و نیست آفریننده بجز الله. او دهنده رزق است و نیست رزق دهنده بغیر از او. او اداره کننده است و ما کسانی هستیم که او اداره میکند. ما بر الله سبحانه و تعالی نیاز داریم و او به ما نیاز ندارد. الله سبحانه و تعالی میگوید ای مردم، همه شما به الله محتاجید. اوست به احتیاج و لایق ستایش. ای برادران و خواهرانم، آیا ما در حقیقت محتاجی خود را بر الله حس میکنیم؟ آیا ما حس میکنیم نیازمندی خود را بر الله برای روزه داشتن؟ چون ما به کمک الله نیاز داریم تا اینکه روزه امان را به پررگی داریم. ما به کمک الله نیاز داریم حتی به گشودن قرآن برای خواندن. ما به کمک الله نیاز داریم که او به ما کمک کند تا به نمازهای شب ایستاد شویم. ما به کمک و یاری الله نیاز داریم تا اینکه در اسلام بمانیم. ما به کمک الله نیاز داریم تا که او قلبهای ما را پاک سازد، تا اینکه او فهمیش این دین را برای ما نصیب کند، تا ما حسیات ایمان، ترس و روی آوردن به او را داشته باشیم. حالت مؤمن باید همین طور باشد. مؤمن همه وقت بر الله سخت نیاز دارد. صدقه چگونه ای که معلوم است به محتاجان داده می شود. اگر تو از الله تحفه ها را خواهی، پس برای محتاج شو و خوشحال باش از آن چیزهایی که پروردگار عالمیان به تو انعام کرده است. از الله طلب آن را دارم که او ما را از جمله نیازمندان، محتاجان درگاه خودش گردانیده باشد.